ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. از ابو ایوب خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: شخص ماه رمضان را روزه دارد و سپس 6 روز از ماه شوال بعد آن روزه گیرد، مانند ثواب 1 ساله روزه را به دست می آورد. روایت مسلم. رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان. علما در شرح این حدیث می گویند هر شخص مسلمانی که ماه رمضان را با اخلاص روزه بگیرد و سپس 6 روز ماه شوال را نیز روزه دارد، ثواب 1 ساله روزه داشتن را می گیرد، زیرا در شریعت اسلام هر یک عمل حداقل 10 ثواب دارد. پس 1 ماه رمضان ثواب 10 ماه را دارد و ثواب 6 روز روزه ماه شوال 60 روز است و با همین 12 ماه کامل می شود. روزه ماه شوال را انسان می تواند 6 روز پی در پی دارد یا که علاهیده، یا می تواند روزهای دوشنبه و پنجشنبه آن را روزه گیرد. خلاصه پی در پی روزه داشتن در ماه شوال شرط نیست، مهم این که 6 روز از ماه شوال روزه گیرد. رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك. برادر و خواهر ایمانیم، اینها همه یک فرصت های هستند که خداوند بر ما نصیب گردانیده است. ثواب روزه 1 ماه رمضان برابر بر 10 ماه می شود. ثواب 6 روز روزه ماه شوال برابر به 60 روز می شود. این همه فرصت ها را خداوند بر ما نصیب گردانیده است. پس از این فرصت ها استفاده بریم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.